مردی را بابت جنایت بزرگی محکوم به اعدام کردند. در روز اجرای حکم، مردم بسیار جمع شدند تا مرگ او را ببینند. پیش از آن که تیغ عدالت فرود آید، روانشناسی دانا پیش آمد و گفت: مرا اجازت دهید تا این مرد را به شیوه خودم اعدام کنم. قاضی با شگفتی گفت: شیوه تو چیست؟ روانشناس لبخند زد و گفت: مرگی بی تیغ و بی خون، اما سنگین تر از هر دار و شمشیر. قاضی و مردم با حیرت نگاه کردند. روانشناس پیش محکوم آمد، چشمانش را با پارچه سیاه بست، بند دستش را محکم کرد و با تیک شیشه‌ای خراشی سطحی بر مچ دست او انداخت. بعد چند قطره آب بر زخم ریخت، چنان که گویی خون است که می‌چکد. سپس در گوش او زمزمه کرد: رگ دستت را بریدم، خونت می‌رود، مرگ نزدیک است. آرام باش. محکوم که سوزش زخم را حس می‌کرد و قطرات آب را خون می‌پنداشت، باور کرد که در حال مرگ است. نبضش کند شد، رنگ از چهرهش پرید و بی آنکه خونی رفته باشد، جان سپرد. انسان بیش از آن که در بند زنجیر باشد، در بند باورهای خویش است. ممنون بابت تماشای ویدیو.